السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم، در یک مسئله فکر نظر خدمت میخوام بر شما عزیزا برسانم و این مسئله خیلی مسئله مهمه، برای که بسیار از شهروندای ما تاجیکا را میبینم اینجا میان، مقصد هر سال کار میکنن، میروند سومشون را از خود میکنن، میان با کار میکنن، با میروند سومشون را از خود میکنن، مقصد فاصله زندگی همین رفتن میگیره. ما خواستم فکر نظر خدمت مقصد برسانم که عزیزای دل، اگر ما شما در زندگی نقشه بگذاریم که این سال کار کردیم، سال دیگه کار نکنیم و یک کسب مدتی سال یاد بگیریم و در اون کسب مقصد اگر یکان کسبی مثال دوزندگی، کسبی مقصد تعمیر تلفن، یکان مگزینچه، یکان چی را بکشیم و این سال کار کردیم، سال دیگه کار نکنیم. این سال مقصد کاری بکنیم که کار کردیم یک بیزنس مایداچه که بنیاد کردیم، سال دیگه مجبور نمیشیم که کار کنیم. و ما میبینیم که بسیار از شهروندان ما مثال میاین اینجا هر سال مقصد کار میکنن، تاجیکستان میروند سومشون را از خود میکنن، باز میاین کار میکنن، تاجیکستان میروند سومشون را از خود میکنن. عزیزای دل، چنین زندگی انرژی شما را و خواهش کار کردن شما را از دل شما بیرون میکنم. در پیشتون یک پلان داشته باشین، یک مقصد بگذارین که این سال کار کردین، یک بیزنس بکنین و سال دیگه کار نکنین. انرژی انسان تا ابد فروزان نیست. ما امروز پگه دیگه خوامون نیست میشه، بعد چیکار میکنیم؟ بعد در خانه پورا بالای پا میمونیم و فرزندامون میگیم بذار بره روسیه کار بکن. باید چنین نباشه. شما یک زمینه ای را بسازین که اگر فرزندتون بیا به روسیه، خدا که ما کاری بکنیم که به روسیه فرزندای ملت تاجیک نیویه. اینجا مثل جوی ما نیست، لیکن به هر حال اگر خدای نکرده بخیزن بیاین اینجا به خاطر کار، یک زمینه باشه، مقصد یک بیزنس باشه، یک کاری باشه که دلش دوامش بتم. ولی اگر مثال گپ شما مقصد در پیش مقصد گذاشتین یا بیزنس چه کردین و از زندگی را مقصد کم ترک حلاوت میبریم، به خاطر چی؟ به خاطر تمام عمر از پای پول مول نمیدین. یک کار کردین، شگری خدا پول دادیسته، یکان سوداگر میمونی، مایده پول دادیسته، مقصد یکان کار باری خودت هم کرده میتونی. اگر یکان کار کردی و مثال گپ ثمره داد، خدا میتته. برای مقصد کم ترک کوششونه به این طرف حرکت بکنین. خدا از بین ما باوری دارم هر یک انسان الله یک استعداد دادگیه، ما باوری داریم که ما موفق میشیم. خدا یار مددگار شما باشه. از شهر کریلیا به شما سلام میرسانم و گفتنی هستیم که الله در هر کاری که آغازش کردین موفق تان بگردانم و خداوند برارتان بتیه. خداوند کاری بکنه که این سال کار کردین، سال دیگه کار نکنین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.